داستانهای برگرفته از کتاب مقدس. داستان پیامبران. در طول تاریخ اسرائیل خدا پاوان پیامبران دیمه داد. پیامبران خداوند وحی شگفت و آوان به مردمان انتقال داد. در زمان پادشاهی اقوام و اسرائیل ایلیا پیامبر است. اقوام بدکارین مردی هست که مردم را تشویق کرد که بعل بتا پرستش کنند. ایلیا به اقوام گوشت در اسرائیل قلمرو تاها هیچ حور و شبنمی به زمین سرا نریچید تا زمانی که یه موضوع را من بوشین. اقوام را باز خشمگین و عصبانی کرد. خدا به ایلیا گوشت به گیابان و رویده کنه کبره واترش اقوام چیرده. هر روز صبح و بیگا و پرندگان پا ایلیا نان و گوشتش یاورد. اقوام و آیی سپاه به ایلیای پدا و گشتند اما نتوانستش آیره ودی کنند. خشکی باعث بودد که رویده آب خشک بید. بنا پریشی ایلیا به همسایه شهرها شد. یک جنوزامی که بچه که داشت به عاد زندگی کرد و به خشکسالی خاطر هیچ غذایی پوارتنا نداشتش. اما آوان ایلیا مراقبتش کرد و خدا پراوان تا زمانی که هور نکردد آرتو رویگن فراهم کرد. در تمام خشکسالی مدت آوانی خمره آرت حلاس نبود و آوانی کوزگن رویگن خالی نبود و به خشکسالی دوران تها خوراک پوتی و رگه داشتش. ایلیا سالها برادن ماند. بعد 6 سالونی ما خدا به ایلیا گوشت که به اسرائیلی پادشاهی قلمرو برگردید و گوخا و هبردند چون خدا و لوتت دوارکش آسمان هور کند. وقتی اخاب ایلیا را دید برای گوشتیه ته هسته که یه مشکل جورت کرده. ایلیا برای جواب گوشت تمام یه مشکل به تی خاطره هست. تا یهوه حقیقی خدا و ترکت کرده و بعل بوتا را ستایش کنه. تمام اسرائیلی کوما به کرمل کوها بیار. تمام اسرائیل همراه با 450 نفر انبیاء بوت بعل به کرمل کوها یاتش. ایلیا گوشت چند که طوله کشید که بوتی افکار را عوض کنید. اگر یهوه خدا هست آیره عبادت کنید و اگر بعل خداوند شایی پیروی کنید. و بعد ایلیا بوتی دیما به بوت بعلی روا کرد و گوشت یک نرینگوی که قربانی کن اما آیره آتش بجند و من هم یک کارا و کنین و خدایی که آیره آتش جند خدایی حقیقی هستند. بنا پریشی بوت بعل کاهنن قربانی را فراهمش کرد و یا ارتش ولی آتشی روشن نکردش. بعد آوان پا بوت بعل دعایش کرد امه دعا را اجابت کن بوت بعل. تمام روی چته ها مشغول دعا وطند فریادش کرد و بوتی بدن گو کارچا مجروح کردند اما هیچ جوابی پراوان نهد. به روی چه آخر ایلیا وصر را آماده کرد که به خدا و قربانی کند. سپس گوشت که 12 قطع بزرگ آب به قربانگاه سرا گوشته و دارانی سراب رچند به طوری که حتی قربانگاه زمین دور کاملا خیس بودد. و بعد ایلیا یک دعا کرد ای یهوه ای ابراهیمی اسحاق و یعقوبی خدا مروچی به ما نشان ده که تا اسرائیلی خدا هسته و من تی خدمت گذارون نی دعا را اجابت کن تا یک کم بزانند تا حقیقت این خدا هست. فوراً آتشش آسمان نازل بود. گوشت، دار، سنگ، خاک و حتی ترین دگار به محراب دورا سود. وقتی مردم یه صحنه وارد دیستش بلا فاصله به زمین سرا کپتند و گوشتش یهوه خداوند یهوه خداوند. و بعد ایلیا گوشت ملت حتی یک نفر شبت بعل انبیاء فرار کند. پس مردم آوانا دستگیرش کرد و بعد ایلیا آوانا شاد برد و کشت. بعد ایلیا به پادشاه اقوام گوشت زود به شهر تا برگرد چون پزوتی هورکت. به ما هنگام تها سیاهین ابری آسمان را گرفت و ترندین گوهاتی گوهورا شروع بود. یهوه بوتی کار را انجام داد و ثابت کرد که فقط حقیقت این خدا هست.
بعد شعیلیای دوران خدا مردی به نام الیشع به اوتی پیامبری انتخاب کرد. خدا باز یه معجزه به الیشع وسیله و انجام داد. یک کشه معجزات پنعمان رخ داد که دشمنانی سپاه فرمانده‌ات که به وحشتناک بیماری مبتلا واد. در مورد الیشع هشکتت بناپریشی به آیی که نکه شد و تقاضای شفا کرد. الیشع به نعمان گوشت که 7 گشت به اردنی رویده تا واتراب شدی. اول سرا نعمان شه پیشنهاد عصبانی بود و نلوتت یک کارا انجام دند. چرا که یک کارا احمقانه آوازاند. اما بعد وتی تصمیم عوض کرد و 7 گشت واترا به اردنی رویده تاها برد. زمانی که په 7مین گشت شعاپت در نیاد کاملا شفا گبتد. خدا آیره شفا دادد. خدا بازی پیامبر دیگه دیم داد. آوان گرد به مردمان هشدار دادد که شبوتانی پرستش دست بکشند و خدای رحمت و عدالت به یدگران گندند. آوان به مردمان هشدار داد که اگر شبوتی شرارتن دست مکشید و شروع به نااطاعتی کنند، خدای غضب به آوانی تقصیرات فرا رسید و آوان مجازات کند. گشترین وقت مردم خدا و اطاعتش نکرد. در اکثرین اوقات آوان با پیامبران بد رفتاری کرد و حتی گاهی آوان را کشتش. یک گشت ارمیای نبی که به چاه تحیرش دادد و آیره آدر رهایش کردد تا مرید. ارمیا به گله تا فرو شد، اما بعد پادشاه برای رحم کرد و به وتی خادمان دستور داد تا آیره قبل ششی که مرید چاه تا بیرون بیارند. حتی زمانی که انبیا مورد کومه نفرت قرارش گرفت، باز هم در مورد خدا خبرش داد. ایشان به مردم هشدار دادند که اگر توبه مکنند شبه نروند. آوان همچنان خدای اهدا به مردمان یادآوریش کرد که همانا مسیح موعودی یاتنت. داستانی برگرفته از کتاب مقدس، کتاب اول پادشاهان فصلهای 16 تا 18، کتاب دوم پادشاهان فصل 5، کتاب ارمیا فصل 38.